دیدی بعضی از آدما خیلی باهوشن ولی با وجود این همه استعداد موفقیت‌ها و دستاوردهاشون حتی نصف آدمایی هم نیست که مغز معمولی دارن. احتمال زیاد خودت هم جز همین دسته باشی. خب من خودم دقیقاً همین تجربه رو داشتم. همیشه شاگرد اول مدرسه بودم. مدرسه نمونه دولتی قبول شدم. تاپ ترین دانشگاه کشورم درس خوندم. همه میگفتن تو نابغه‌ای. اما راستشو بخوای سرعت رشد و پیشرفتم مخصوصاً توی کسب و کار و پول درآوردن خیلی خیلی کند بود. چرا؟ بذار ریز به ریز بگم. شاید تو هم همونو تجربه کرده باشی. اولین مشکل من کمالگرایی بود. یعنی چی؟ یعنی همیشه میخواستم بهترین کیفیت رو ارائه بدم. ولی بعد فهمیدم خیلیا با کیفیت خیلی پایین تر از من دارن راحت خودشون و محصولشون رو معرفی میکنن و حتی پول زیادی هم در میارن. در حالی که من هنوز نشستم به خودم گیر میدم که اینو درست کنم، اونو اصلاح کنم. مشکل دوم من از عزت نفسم بود. من ناخودآگاه خودم رو پایین تر از خیلیا میدونستم و همین باعث میشد به خودم خیلی سخت بگیرم و یه جوری شده بود که من بدو پول بدو، من بدو موفقیت بدو، خلاصه که حالا ندو کی بدو. مشکل سوم من پریدن از این شاخه به اون شاخه بود. راستش خیلی وقتا خودم هم نمیدونستم دقیقاً دنبال چیم. یعنی خودشناسی کمی داشتم. یه مدت فلان کار، یه مدت یه کار دیگه. ولی انقدر گشتم و آزمون خطا کردم تا بالاخره پیداش کردم و الان دارم به بقیه هم یاد میدم چجوری علاقه واقعیشون رو پیدا کنن. خلاصه که مشکل چهارم من این بود که هیچ وقت کمک نمی گرفتم. همه چی رو میخواستم خودم یاد بگیرم. خودم انجام بدم. حتی برای کسب و کارم پول خرج نمی کردم. تو ذهنم اینجوری بود که پیشرفت یعنی کلی زمان و سختی و خونه دل خوردن. فکر می کردم باید سالها جون بکنی تا به یه چیزی دست پیدا کنی. از اون طرفم خیلی دنبال یادگیری و جمع کردن اطلاعات بودم. یعنی به جای اینکه وارد عمل بشم، هی میرفتم مهارت یاد میگرفتم. هی مطالعه میکردم. هی دوره شرکت میکردم. نتیجه از کار اصلی دور میشدم و به اصطلاح عملگراییم پایین بود. یه مشکل دیگه هم این بود که زیادی به جزئیات فکر میکردم. مثلا می نشستم تصور می کردم اگه فردا یکی این سوالو پرسید چی جواب بدم؟ اگه فلان ایراد رو گرفتن چیکار کنم؟ در حالی که تو واقعیت خیلی وقتا اون مشکلات اصلاً پیش نمی اومدن. من فقط وقتم رو گذاشته بودم برای چیزی که شاید هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. و بیا یه رازی رو بهت بگم. خیلی از افراد آدمای معمولی هستن با سطح هوشی معمولی و هیچ وقت اون سوالات اصلا به ذهنشون هم نمیرسه که بخوان از ما بپرسن. ولی در نهایت یه چیز خیلی خیلی مهم و بالاخره فهمیدم. باید کارو شروع کنی با هر کیفیتی که هست. چون حتی پایین ترین کیفیت یه آدم باهوش معمولاً از بالاترین کیفیت یه آدم عادی بالاتره، بهتره. این جمله خیلی مهمه. حتی پایین ترین کیفیت یه آدم باهوش از بالاترین کیفیت یه آدم عادی بالاتره. منتها ما باهوشا همیشه ترس داریم. هی میگیم نه این اصلا خوب نیست، این هنوز کافی نیست. واقعیتشو بگم حتی این ویدیویی که درست کردم از نظر خودم عالی نیست، ولی اشکالی نداره، مگه نه بچه‌ها؟ یه نکته دیگه هم که خیلی کمکم کرد این بود که فهمیدم استمرار از هوش مهمتره. حتی انیشتین که همه میگن باهوشترین آدم تاریخ بود میگفت هوش فقط 1%، 99% موفقیت تلاش و استمراره. و واقعا درسته. چون آدمای معمولی رو دیدم که با استمرار و پایبندی به کار
از من و امثال من جلو زدن. چرا؟ چون ما هنوز داشتیم فکر میکردیم ولی اونا داشتن کار میکردن. بذار یه مثال خیلی ساده بزنم. فرض کن 2 آدم میخوان بدنسازی کنن. یکی خیلی بلد علم ورزشه، همه چی درباره تغذیه و هورمون و ریکاوری میدونه ولی هیچ وقت پای ثابت باشگاه نمیشه. یکی دیگه کمتر میدونه، فقط هر روز میره دنبل میزنه و اطلاعاتش رو در حین ورزش کردن تکمیل میکنه. بعد از 1 سال کی قوی تره، کی سالم تره، کی خوشگل تره؟ قطعاً دومی، چون استمرار داشت. ماجرای هوش و موفقیت هم دقیقاً همینه. حالا بچه‌ها خلاصه چیزایی که فهمیدم رو بهتون بگم. فقط با 50% مهارت کار رو شروع کن. دنبال علاقه واقعیت باش، چون وقتی پیداش کنی انگار موتور درونیت روشن میشه. استمرار داشته باش، حتی با قدمای کوچیک. اعتماد به نفس بساز، چون خیلی وقتا همین کمبود اعتماد به نفس میشه بزرگترین ترمز زندگی ما. و این که در واقع من هنوز هم دارم تمرین میکنم و روی خودم کار میکنم. هنوزم اون کمالگرایی و اون زیاد فکر کردن میاد سراغم. هنوز گاهی میترسم. ولی فرق الان من با قبلم اینه که دیگه خودم رو شناختم. میدونم چی رو دوست دارم. میدونم ترمزای ذهنیم چیه. میدونم اشکالاتم و نقاط قوتم کجا هستن. فقط دوست باهوش من یادت باشه که تو تنبل نیستی. تو هم چند تا از این مشکلاتی که گفتم رو داری. راستی تو کامنت ها برام بنویس کدوم جمله برات جالب و تکون دهنده بود و حتما ویدیو لایک کن.